دوستان عزیز سلام، امیدوار هستم که خوب باشین. از اعلامیه جدید دولت کانادا مبنی بر پذیرفتن 1.5 میلیون مهاجر از سال 2024 تا سال 2026 خبر داریم. قبل از اینکه من چند مورد در این رابطه بر شما بگویم، یک قصه بسیار شخصی کوتاه را از زندگی خودم برای شما میکنم که ایره خوب گوش بگیرین، بعد از باز اون موارد را میگم. من سال 2021 در جنوری وقتی که افغانستان را ترک کردم و آمدم به استانبول، فردای از روز وقتی با یک چند نفر از دوستا دیدم، برای من اولین گپی را که گفتن ای بود که خوش آمدی، و بعد از این گفتن که یک مدت زیاد ما و شما با هم دیگر میمانیم. گپشان به این معنا بود که تنها دو راه وجود داره که تو از استانبول به اروپا بری، یکی راه قاچاق و دومین راه خودت به یونیسیار ثبت نام کنی و سالهای زیاد منتظر بمونی تا اینکه یونیسیار برای خودت یک کشور را انتخاب بکنه و تو به اونجا بری. برای من بسیار زیاد این ناراحت کننده بود، به دلیل از اینکه من افغانستان را ترک کردم به اینکه بتونم به زودی به یک از کشورها برسم و از یک مسیر امن. بعدش آمدم در اینترنت شب چک کردم تمام کنسولگری‌های کشورهای اروپایی که در استانبول بود. اونجا من به چند کشور امو کیس را که ترتیب داده بودم فرستادم که از جمله یکی از فرانسه بود. پس از او 3 روز بعد برای من یک ایمیل آمد که شما یک فرم را تکمیل کنین و بیاین به خاطر اینترویو. من این کار کردم، به خاطر اینترویو رفتم و بعد از اینکه اینترویو اینا را سپری کردم همه موارد، من یک ماه در برگرد که ویزای فرانسه را دریافت کردم و آمدم به فرانسه در ماه اپریل 2021. هدف از گپ ما این بود که اگر من دنبال حرف امو دوستایی که اونجا بودن میگشتم و هیچ گاهی تلاش نمیکردم که یک راه بدیل را پیدا کنم که چطوری بتونم زودتر به مقصد برسم، من امروزم در استانبول ترکیه بودم. این حرف من به خاطر برای شما میگم، به خاطر که یک شماره از دوستا برای من گفتن که این پروسه جدید کانادا که شروع شده، آیا امکان از این وجود داره که ما در این پروسه ثبت نام کنیم و بتونیم که به کانادا منتقل شویم؟ ببینیم کانادا این بار اول نیست که همچین پروسه را اعلام میکنه. 2 سال گذشته می کار کرد، تا همین حالم از پاکستان ایویکویت میکنه، پناهجویان افغان هم به کانادا منتقل میکنه و این برنامه‌ش هم جز از برنامه‌های سابقه ای است که از سالهای گذشته از دیگر کشورها پناهجو یا مهاجر میپذیرفتند به دلیل از اینکه قوه کار لازم داشتند. حالا من به شما میگم یک چانس بسیار خوب است. اگر درخواست بدین چیز ضرر شما نمیکنین، فقط روی سایت میرین، بسیار راحت و آسان یک اکانت در اونجا باز میکنین براتون. وقتی که اکانت باز کردین فرم را تکمیل میکنین، برای امو بخش مرتبطی که به نام ایمیگریشن به اون بخش درخواست میدین، نام افغانستان اونجا درج است، او را کلیک میکنین و اگر در صورتی که کدام مشکل برخوردین یا چیز نیاز داشتین، حتما پای از این ویدیو کامنت کنین. مختص در این رابطه من میتونم زود همکاری بکنم که دیگه بخش ها را سوال نکنین، فقط در این بخش حتما همکاری میکنم. شما چانستون امتحان کنین. اگر در این میان برای شما ایمیل آمد، اپرووال آمد، خوب. اگر نیامدم کدام مشکل نیست که چیزی از شما کم نمیشه، ولی فقط چیزی را که بسیار زیاد متوجه باشین این است که شما باید حتما یک بک‌گراند کاری خوب داشته باشین. در میان میلیون ها نفر که برای درخواست میده شما جز از 1.5 میلیون نفر باشین. حالا نمیشه که یک نفری که هیچ بک‌گراند کاری نداشته، هیچ کار نکرده که کانادا هم نمیپذیره دیگه. کانادا به کسی نیاز داره که بتونه به کشورش خدمت کنه، کار کنه، حداقل یک مسلک را یاد داشته باشه و یا ده ها مورد دیگر. پس به این اساس دوستایی که وبسایت را دارن، اگر ندارن من پایان امی کامنت از این ویدیو میگذارم، این ویدیو را برای دوستایتان شریک بسازین به دلیل از اینکه از این فرصت استفاده بکنن و ثبت نام کنن. هیچ چیزی ازشان کم نمیشه جز اینکه یک فرصتی است که اگر تونستن در عموم میان 1.5 میلیون نفر بتونن که درخواستشان از کانادا بپذیره، به کانادا منتقل میشن. بخیر و سلامت باشین. امیدوار هستم که این ویدیو کم تونسته باشه شما را موتیویت کنه به اینکه برین درخواست بدین. چانس خوب.